روی زمین بیش از 8 میلیارد انسان ها به سر میبرند. هر یکی با فرهنگ، تمدن و تاریخ خیش روزی را پسی سر خواهند کرد و روز باز پیدا می شود که در تاریخ و زندگی نامه آنها یک داغ سیاه و یا که یک خرسندی دیگری را ضم میکند. این زندگی است و همین گونه باید زیست. یکی از سرگذشت دو برادر که با هم عهد دوستی بستند و با گذشت ایام برای یک کاری ناچیز آنها از همدیگر دست کشیدند. سببگار نفر دیگری بود. دو اپا و خواهر برای یک نافهمی، برای یک عمل، برای یک نگاه ناجا و چندین یک و یک های دیگری هست که ارزشی از هم جدا شدن، ارزشی از هم دیگر خفه شدن، ارزشی از هم رنجیدن رو نداشت، ولی همان زمان، همان لحظه نفر سیوم وابست بود که عهدنامه این دو اپا و خواهر از بین برود. گردش ایام همین گونه کرد که این دو نفر از هم دیگر خفه دنیای فانی را ترک کردند. قصه این دو اپا و خواهر و اون دو برادری که بالاتر برای شما گفتم فکر میکنم در زندگی نامه همه ما هست که ما از این مکتب گذشته ایم. این برنامه تازه نشر نقاب است. منظور شما بنده هستم شهاب‌الدین یتیموف، راوی برنامه. دوستان عزیز، برای آسانتر فهمیدن این برنامه مرا میباید که اولین اشتراکچی این برنامه باشم تا شما بدونید که منظور این برنامه در چی است و برای من امروز کمک میکند مطلوبه معروف او به حیث راوی برنامه، من باشم به حیث اشتراکچی. همین حالا آغاز میکنیم. شما آماده؟ شرط برنامه رو به بیننده ها خواهیم گفت و چرا که یک شرطی خیلی عجیب هم هست، یعنی هر نفری که میخواد اشتراکچی این برنامه باشد او مثلا در روی نقاب میکشد، سری خود رو میگوید که کی رو رنجانده است و از کی ها یعنی بخشش میپرسد. و من که راوی برنامه هستم شرط نیست که من باید نقاب کشیده باشم. خب دوران کودکی رو نمیگیریم چون که اونجا ما خیلی خردسال هستیم و اون یک دنیای بیغمی، دنیای افسانه‌ای است. از دوران مکتب خونی آغاز میخوام کردن. در صنف A میخوندم، مکتب 45 ناحیه ورزو. استاد بودن، استادای بسیار به نهایت استادای دانشمند پرتجربه و استادانی که در حقیقت یک مرحله زندگی قین رو گذرانده بودند و به همه اون نگاه نکرده برای ما تعلیم میدادند و ما از آنها، از هر یکی آنها البته که منتدار هستیم. خیلی دورانی نادر است، نایافت است و برای همصنف فرق ندارد که تو کی هستی و تو در کدام سطح هستی، چی مرحله ها رو طی کرده ای. او همون دورانی مکتب خونی رو فقط در یاد دارد. همصنفای عزیز، من از هر یکی شما عذر میپرسم اگر زمان یگان عملی ناجا، یگان نگاهی ناجا و یا که گفتار ناجا در نسبت شما گفته باشم و یا کرده باشم، صمیمانه صدقاً از هر یکی شما بخش میپرسم. دوره مکتب خانی را گفتی، دوره مقصد برادر و خواهری، اویله، دوره حاضر تو دوران کار آمدن ما یک مرحله دیگر رو از مرحله مکتب خانی به مرحله دانشجویی آمدیم و از تمام همکورسان، از نفرانی که از ما بالاتر یعنی که میخوندند، از ما پایانتر بودند، خب همون یار و دوستانی که در دانشگاه ملی داشتیم، ذره هم باشد اگر رنجیده باشند، از همه شما من عذر میپرسم. میدونید همه همکورسا برای من عزیزند، آنها خودشون میدونند و نفری که برای من باز بیشتر نزدیکتر بود این کرامتلو است، کرامتلو اسلانوف، و اونم سبب شد که ما به دنیای یعنی تلویزیون بیاییم و اون بسیار خدمت های سخت کرده است برای من و اینجا من روشاد میگم که من کرامتلو رو رنجوندم و کرامتلو اگر تونی مرا ببخش، نافهمی از جانب من بود، با ما گناهکار بودم به همش و از تمام همکورسان در چهره کرامتلو با از همه همکورسا که در کی جای اگر یگان گپی خطا، یگان عملی ناجا، یگان گفتاری نادرست گفته باشیم عذر میخوایم.
ҳамкурс доштем Додарбек. اون نفر دادربک جون بخشش خیلی اون نفر زبانی روسیش به نهایت سست در یعنی پایان‌تر بود و همیشه از من میپرسیده که چی میشود بعد یک روز همین قاشق پرسیده بود که قاشق به زبانی روسی چی میشود من اونجا معمول سیریم برا مثلا پنهان نکردم در روسی برای خنده برای یک هزل همین سخن گفتم در همه و امروز که فرصت درس داد ما از هر یک گفته هم و در رفتی برنامه البته هر یک کسی را که خفه کرده باشم ما بخشش پرسیدم میگیرم برای که امکانیتی خوب است از تمامی استادا عذر دوره جوانی است استادانی که در دوران مکتب خانی از شما از یک و یک شما عذر میخوام که در کی جایی هم باشد ما خطا کرده باشیم اگر بخشش زیاد در حقیقت همین قدما رنجیدگی شما همین قدر ای دوره مکتبی یعنی دانشجویی در خانواده میدونید ما گفتم که مثلا شوخی میکنیم شاید همون لحظه ما میخندیم یکی نفری که درباره شوخی میکنیم فکر نمیکنیم که او در کدام روحیه میغلطه در اولاد هم هست نفری که شما رنجیده باشن اولاد یعنی مقصد عمومی خشتبار هست این برنامه آدم وادار میکرده که همه را بگوی همه سیر را فوش میکنه نه این سیر نباید باشه این میدونه چی خیلی باشه وقتی که میگی بعد یعنی که آزاد میشه همه چی بله. همون چیز در درون و غم میتی آدم گفتنیم که شاید ذره از ذره ها هم که باشد مرا ببخشم برای که انسان خودش همین کلمه انسان خطاکار است در اولاد از بچه های خالم بخش میپرسم زمانی آنها با ما یک جا زندگی میکردن امروز بچه خالم یکتاش در انگلیا یکتاش در امریکا یک تا دیگرش همینجا زندگی میکنه در دوشنبه صاحب خونه هستن الکی خب گذشت ایام هر یک کس به جا و مکان خودش میرسونه فقط باید صبر کردن و ما شاید که همونجا یگان گفته های نادرست نسبت چون کرده باشیم که تو در خانه ما هستی یا که در خانه ما یگان چی میخوری از همه تون بخش میپرسیم بچه های خلا انا دخترای خلا ایا پای زرینه دختری خالم کی است ایا کی دل از یزنه اشور که به نهایت در زمان گشنگی با ما کمک میکرد با همگون در اولاد دستی خیر داشت در اولاد هر نفری است من فکر میکنم نام به نام هر یکی شما را گرفتن نمیتونم با مو خاطر همین خیلی در عموم میگم که از همتون بخش میپرسم بچهای تقویم بچهای امکیم بچهای امام در اولاد کسی هست همین مرا میشناسین ما اگر خطاکار میشناسین یک و یک شما ما بخش میپرسم یعنی که شما همه دوره ها رو گفتید حالا مونده است که در عین حال یعنی که دارید رفیقان تا حاضر دوستی میکنید هست همین نفر ها نه نیست نه همکارا میگن که برادر مثلا ای پدر مادر میشه ای با اذن الهی میشه و دوست خودمو انتخاب میکنه و بعد همین نفر همین گونه نفرها بودن که مثلا ما انتخاب کردیم انا یک مدت بود لیک افسوس و از اویی که یک جا بودیم و یک جا میشتیم و به یک جا خونه یک دیگر میرفتیم و نونشته میکردیم و چی برهم داد دوستی را نفهمی همین جامعه نگرم که او خودش میدونه که کی است و شرط نیست که نام بگیریم دوستی همون رفاقت همون عهدنامه‌ای که بین همدیگر داشتیم و یک خوب بود و اویی که مثلا خفگی شد اوجا من گناهکار بودم و ما از شما بخش میپرسم نه تنها از این برادر از همکارا از تمام همکارا یار و دوستایی که در دیگر نیازهای دولتی مثلا در دیگر ساحه ها کار و فعالیت میکنند شاید یگان جا اگر گپی ناجا گفته باشیم یگان جا اگر عملی ناجا و که کار است میشود که کار رو سری وقت بود نکرده باشیم اگر شما از ما رنجیده باشین عذر میخواهیم و یک نفری که در حقیقت در تلویزیون برای ما به نهایت باز وقتی از بهارستان تلویزیون جهان آمدم جهان ما بزرگ و اون نفر برای ما در حقیقت خدمت های شایان کرده است
یعنی که نسلی که ما آمده بودیم در همین جهان ما همه بچه یوش بودیم. یک 19 ساله بچه 20 ساله بچه بودیم و برای همه ما به مثل پدر بود. در حقیقت سیر تلاش بودن لیک انسانی نجیبه بودن که این خیلی انسان در روی دنیا کم اندر کم است. استاد عبدالمجید عثمانوف و شاید استاد رو در کی جای رنجاده باشین و نفر دیگری که در بخش ورزش که فعالیت میکردیم ما اکا میگم که استاد نمیگفتم اکا مرادعلی تشایف که برای من سخت خدمت ها کردگی اکای مرادعلی تشایف هم اگر جوانی کرده باشیم که جای ناجا اگر رفتار کرده باشیم از او کس هم بخش میپرسم و دیگر نفرایی هم که قدشون همکاری کردیم داشتیم و امروز که نیستن در این جهانمای بزرگ از همشون بخشش و یک نفری که برای ما تا حال هست در همین جهانما بجای مادر است راهنما است. ما از زمین تا آسمان از این کسم بیندار هستم. همه دوستش میداره در جهانمای بزرگی تحمیل نزد خوجایب است و اپای تحمیل جان اگر کی جای ده بدونم خفه کردگیم شما را 100% هیچ دم خودم میدونم. یکی از شرط های این برنامه یعنی نقاب در روی کشیدن بعد سخن گفتن است. ولی ما به نقاب اینا اولین اشتراکچی این برنامه هستم از شما بخش میپرسم. این کار است و فکر میکنم که بزرگترین همون نفری است که بخشیده میتونه. هر نفری را که نامش یادم رفته باشه بخش میپرسم و در رفتی برنامه یعنی نشرهای بعدی برنامه ما کدومی که یادم آمد ما از هر یکی شما بخشش خواهم پرسید و کسی هم که باشه در زیر همین ویدیو نویسه خواه گناهگار هستم خانه و بخش میپرسم هر یک شما. یک نفر دیگه است از همین کارخانه نامش نمیگیرم دیگه. اون نفری که میخواست ای اکمون دور شود یعنی مرا استفاده کردن و ما در اینجا سیاه شدم و بعدا فهمیدم با گذشت وقت هرچند نزدیک اومد گفتم لیک درستر نتونستم گفته. ما از همین اکم بخش میپرسم برای که اکش مختو میدونین که شما کیین و ایگه با کی تعلق داره ما شما عذرخواهی میپرسم. همه اویله ها البته که گپ کلوچه هست همه هیچ چیز پوشیده نمیتونه یعنی رد کرده نمیتونه و ما در همین برنامه از اهل و اویله خودم بخش میپرسم. اینا با یک بار دیگر از همه تون از کودکام اگر که یگون در یگون خواهشتون اجرا کرده نتونستم بخش میپرسم و تا امکانیت داشتن تا جایی که امکانیت دارم همون خواسته شما رو برآورده خواهم کرد و فقط وقت لازم است. و میدونید چی از همه نفری که ما بیشتر و پیشتر همیشه او رو نکی ملال میکنیم یعنی خفه میکنیم و به نظر نمیگیریم این چیزا از زمان کودکی تا به حاضر این پدر و مادر است و برای در نظر مون نمیتواند ولی اگر هر یک همون ذره و هر یک همون ذره ها رو جمع کنیم بحرها می شود و نمیدونم ما تنها در یک سال یک مرتبه اگر بخشش بپرسیم تمام اگر بخشش هم پرسیم شاید الکی دیر کرده باشیم. میدونم هزارها مرتبه میلیون ها مرتبه ما اون نفر رو نفهمیده رنجاندگیم عذر میخوام. در حیات خود یگان روزی فراموش نشونده یگان سرگذشت همین خیلی چیزا هست. هر یک کس مثلا دوران جوانی ده آرزو و هوس یعنی با آرزو و هوس زندگی میکنه و دایم در فکر ما خیلی بود که من میخواستم رسیدم اکتیور شم میخواستم اکتیور شم به نهایت پسندم بود اکتیورهای بالیوود میدم اکتیورهای گالیوود میدم همون چگونه که هوای حرکت ها میکردن سخن هایی که مثال پرمضمون میگفتن و ما میخواستم که با مثل همون مثال یگان وقتی اکتیوری مشهور شم بعد یگان کس زمانی اگر مرا بپرسه بعد همین سخن میگفت آدمی کم بغل همه روزش برای او یاد داشته.
انا این است رویداد زندگی نامه ما که دیدین که بیش از چندین نفر رو ما خفه کردگیم و باور کنیم بین یک سبکی را احساس میکنم و بله یک حسیات نجیب است و هر نفری که خواهش اشتراک کردن رو در این برنامه داشته باشد البته با رقم های زیرین یعنی تماس گیرند، واتساپ، طریقی واتساپ، طریقی تلگرام و ما آماده به هم آوردن دو برادری که مثلا میخواستند چندین سال خوب به هم بیان ولی نمیتوانستند و این برنامه هم فرصتی خوب است که دوستی دو برادر، دو اپا و خواهر، دو زن و شوهر، پدر و مادر و یا که پدر با پسر و یا که مادر با دختر یعنی آنها را به هم آورده باشیم. این نشر اولی برنامه نقاب بود که منظور شما گشت. با شما بودم من شهاب‌الدین یتیمov و مطلوبه معروف و در حیات نقاب رو یک سو میگذاریم و با نقاب اصلی زندگی باید کرد. تا برنامه بعدی ما رو پیگیر باشید.